تا به حال حس کردی ذهنت مثل یک میمون از این شاخه به اون شاخه میپره؟ قرار امروز 10 تکنیک عملی رو یاد بگیریم که تمرکزت رو مثل لیزر تیز میکنه. تکنیک اول، پومودورو. 25 دقیقه کار متمرکز، 5 دقیقه استراحت. بعد از 4 دور یه استراحت 15 الی 30 دقیقه‌ای به خودت بده. این روش به مغزت گل استراحت میده، پس مغز تمرکز میکنه. قانون دوم، قانون 5 ثانیه. وقتی ذهنت میگه بعداً انجامش میدم، از 5 تا 1 بشمار و بلافاصله اقدام کن. این تکنیک ساده عادت تعویق انداختن رو میشکنه. تکنیک سوم، محیط بدون حواس پرتی. موبایلت رو بذار رو حالت پرواز، تب‌های اضافی مرورگرت رو ببند و نور محیط رو تنظیم کن. یه محیط مرتب ذهن مرتب میسازه. تکنیک 4، مدیتیشن تمرکزی. روزی 10 دقیقه روی تنفس تمرکز کن. هر بار ذهنت منحرف شد به آرامی برگرد. این کار عضله تمرکزت رو قوی میکنه. تکنیک 5، ورزش کوتاه. 5 دقیقه ورزش هوازی قبل از کار جریان خون رو به مغزت افزایش میده و هوشیاریت رو چند برابر میکنه. تکنیک 6، تک وظیفگی. فقط یک کار در هر زمان. لیست کارهای روزانه رو به 3 الی 5 مورد مهم محدود کن. کیفیت مهمتر از کمیته. تکنیک 7، نه گفتن. یاد بگیر به درخواست‌های غیر ضروری نه بگیر. زمان‌های بدون وقفه در برنامه ایجاد کن تا تمرکزت حفظ بشه. تکنیک 8، تغذیه تقویت کننده. آجیل، ماهی و آب کافی. سوخت مناسب مغزت رو مثل یک ماشین مسابقه آماده نگه می‌داره. تکنیک 9، صدای سفید. از موسیقی بی کلام و صدای سفید استفاده کن تا صدای مزاحم محیط رو حذف کنی. و تکنیک 10، بازی‌های فکری. روزی 10 دقیقه بازی فکری. این کار مثل باشگاه ورزشی برای مغز میمونه. این 10 تکنیک رو به مدت 21 روز تمرین کن تا به عادت تبدیل بشن. یادت باشه تمرکز مثل عضله است که با تمرین قوی تر میشه. کدوم تکنیک رو بیشتر دوست داشتی؟ توی کامنت ها بهم بگو. اگه این ویدیو برات مفید بود لایک و سابسکرایب رو فراموش نکن. بهت قول میدم ویدیوهای بعدی هم به همین اندازه مفید باشه. با امید دیدار مجدد منتظرتونم.